بسم الله الرحمن الرحیم. خب امسال سال ویژه‌ایه و ایام پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر تقارن پیدا کرد با عید طبیعت و عید نوروز، عید باستانی ما ایرانی ها، و من توفیق پیدا کردم برای مأموریتی به استان فارس آمده بودم. امروز تونستم از مجموعه عظیم و باستانی تخت جمشید بازدید بکنم. این ایام رو با همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال خوش و پربرکتی رو آغاز کرده باشن و انشالله سال خیر و نیکی برای همه ملت ایران، سال آرامش برای ملت ایران باشه و همه آرمان هایی که در اینجا دیدیم از صلح و آرامش و دوستی و برادری با سایر ملل، انشالله که به همین نحو روی کردی که جمهوری اسلامی در روابط با همسایگانش داره، انشالله با دوستی و برادری و اخوت بتوانیم زندگی خوبی رو برای مردممون داشته باشیم.